خب دوستان، برای پاسخ به این سوال باید به هولوش 15 الی 14000 سال قبل برگردیم، زمانی که معیشت همه انسان‌های روی کره زمین یکی بوده، یعنی همگی شکارچی بودن و گردآوری می‌کردن مواد غذاییشون رو و هیچ کدوم چیزی از خودشون تولید نمی‌کردن. باستانشناسان به این دوران از زندگی انسان‌ها دوران پارینه سنگی یا نوسنگی میگن. خب در انتهای این دوران پارینه سنگی سه تا اتفاق مهم برای بشر میفته. یکی از این اتفاقات این بوده که انسان‌ها برای اولین بار تونستن سرپناهی برای خودشون به صورت نسبتاً دائمی درست کنن. این قبل از اینه که انسان یک جانشین بشه و به کشاورزی روی بیاره. اتفاق دوم این بوده که پیشرفت‌های خوبی در فناوری شکارشون پیش اومده و همین باعث انقراض جانوران بزرگجثه شده. اما اتفاق سومی که برای ما مهمه، علی‌سازی کردن گیاهان و حیوانات بودن. از قدیمی‌ترین حیواناتی که انسان‌ها تونستن علی‌سازی کنن، قدیمی‌ترینش سگ بوده و بعدی بز که تو دامنه‌های زاگرس خودمون اهلی سازی شده. شواهد باستانشناسی در این مورد زیاد هست، میتونید مراجعه کنید. و از اولین گیاهانی که هولوش 10 الی 12000 سال قبل توسط انسان اهلی سازی شدن، گندم و جو وحشی بودن.